کارمندان میلیسیای ناحیه 5 یک نفر زن را برای دزدی 40,000 سومانی دستگیر نمودند. همکارمان افق قادریان وابسته به چپدستی این زن گزارش آماده کرده است. زن مادر همیشه چون رمزی پاکی و مشفق و مهربان شناخته شده چراغ خاندان به شمار می رود و راهنما و هدایتگر است. متاسفانه بعضی از زنان و دختران قدر احترام خود را نزد جامعه پس کرده دست به کردارهای جنایتی میزنند که زیاد نگران کننده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی در اساس عریضه ساکن ناحیه مذکور میرزایف عایدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مبلغ‌های پولیش به مقدار 40,000 سومانی یک نفر زن ساکن ناحیه مذکور را همچون گمانبر این جنایت معین و دستگیر نمودند. معین کرده شد که مبلغ‌های پولی نه از جانب شخصان بیگانه بلکه کلین این خاندان از خانه پدر شوهرش تصرف شدند. نایله تقای مراد سال تولدش 1998 ساکن جماعت دیهات آزادگان مادر 2 فرزند نابالغ از فرصتی به خود مناسب از نبودن خسر و خوشتامنش استفاده نموده وارد منزل استقامتی آنها می‌گردد و از داخل صندوق چوبین در 3 مورد مبلغ‌های پولی پسنداز عائله را تصرف می‌نماید. نام برده مبلغ‌های تصرف نموده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده با این کردار قصدانه خود به جبر دیده ضرری جدی رسانیده است. از خانه خسر و خوشتامنم سوم‌هایی که برای روزگار استفاده می‌بردن گرفتن. عین حال با شوهرم و خسر و خوشتامنم زندگی ندارم. از کاری کردم پشیمان هستم. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 پرونده جنایتی نسبت نایله تقای مراد با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.